ممکنه با این جمله‌ای که نه شب نمیتونم بمونم، باید تو تخت خودم بخوابم، اینا روبرو شده باشید و حسابی هم خورده باشه تو ذوقتون. اما بندگون خدا راست میگن و تو این پست میخوایم 3 اتفاقی که وقتی جای خوابمون عوض میشه و اون اتفاقی که تو بدن میفته رو با هم بررسی کنیم. پس بی معطلی لایکو بزن بریم تو کار. اتفاق اول عدم حس امنیت مغزه. یعنی شما هر کاری هم بکنید مغز متوجه این جابجایی هست و چون هنوز متغیرهای دورتون نمیشناسه حس امنیت نمیکنه. واسه همین کل شب نمیذاره پلکت رو هم بیاد تا اگه خطری پیش اومد بیدار باشی و بتونی از خودت محافظت کنی. دومین اتفاق عدم حس راحتیه. چون همه چی تغییر کرده این حس ناراحتی به فرد دست میده و البته این یکی راه حل هم داره. اونم اینه که یه چیز روتین مثلا ملح خوابتون مثل بالش، ملحفه اینا رو ببرید، پیژامتون، عروسکی که بغل میکنید همراه خودتون باشه، کار جمع. سومین موضوع آزاردهنده هم حالت ترسه. مغز ما یه جوری برنامه‌ریزی شده که نسبت به چیزهای جدید همیشه یک ترس کوچیک داره. حالا اگه شما کسی باشی که زیادی جای خواب تغییر میکنه این ترس در شما کمتره، اما اگه این داستان کم پیش میاد و عادت نداری و بیشتر میترسی و بیشتر هم اذیت میشی. اینم از این دلانگیزا. اگه حال کردی لایک و فالو فراموش نشه و شما هم تو کامنت ما بگو همچین مشکلی رو داری یا نه.